با سلام دیگر باره بیننده گرامی، معذرت که نقص فنی سر زد و من بار دیگر این برنامه رو با شما تقدیم میکنم. امروز دوشنبه 27 ینور است، ساعت به وقت شهر پراگ 10:03. حالا نگاه میاندازیم به موضوعی برنامه خبری امروز. برنامه ساعت رسا 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیما نشر می شود و هم ثبت آن رو هم می توانید آنجا ببینید. از تقدیر میلیون ها سیم کارت ها تا اینترنت 5G، امروز مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان در نشستی مطبوعاتی دوره به سوالهای خبرنگاران پاسخ دادند. به قول نمایندگان این خدمات فعلا در کشور نزدیک به 3.5 میلیون سیم کارت ها با شناسنامه های سال 1996 فعالند. این در حالی است که سنه 15 فوریه مهلت مقرر کرده حکومت برای ثبت نام با شناسنامه های نو به انجام میرسد. در گذشته اهالی از آن انتقاد کردند که گرفتن شناسنامه نو برای آنها گران و مهلت مقرر شده نیز ناکفایه است. بعضی وکیلان مجلس نمایندگان نیز از این تصمیم انتقاد کرده گفته بودند برای تامین همه شهروندان با شناسنامه های نو حداقل 4 سال ضرور است. تقدیر این سیم کارت ها چی می شود؟ در این باره در برنامه خبری صحبت خواهیم کرد. در برنامه امروز گزارش هم خواهیم داشت از روزگار یک مهاجر تاجیکی که 2 سال پیش از روسیه اخراج شده و حالا در وطن تنها و سرگردان است. قهرمان این گزارش میگوید زن و فرزندانش در روسیه ماندند و خود او علاج برگشتن به نزد آنها را ندارد. گذشته از این در وطن نمیتواند به خود جای کار پیدا کند. حالا این ساکن ناحیه جیهون منتظر آن است که کی اوفی دوباره مهاجران اخراج شده تاجیک از سوی روسیه پذیرفته می شود و او امکان برگشتن به آن کشور را پیدا می کند. با افزایش ساعت به ساعت شماره قربانیان ویروس نو در چین، حکومت آن کشور برای مقابله با پهن شدن این بیماری بر تعطیلات سال نوی چینی 3 روز دیگر علاوه کرده است. مقام های رسمی چین میگویند شماره قربانیان این ویروس به 80 نفر رسیده، 2300 تن دیگر با آن گرفتار شدند. وزیر تندرستی چین روز یکشنبه 26 ژانویه اعلام کرد که کشورش در وضعیت بسیار حساس قرار دارد، زیرا به نظر می رسد توانایی انتقال این ویروس به دیگران افزایش یافته است. این اظهارات در روز مطرح شد که دبیر کل سازمان جهانی تندرستی اعلام کرد که برای گفتگو با مقام‌های چینی و دیگر پژوهشگران و متخصصان به چین سفر می‌کنند. تفصیلات این موضوع را در برنامه اخبار برایتان می‌گوییم. دوربین نظارتی باشد و یا نباشد، تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیشتر از 1 ماه دیگر باقی مانده است. از حالا پیشنهادهای صدا می‌دهند که برای شفاف برگزار شدنی جریان انتخابات در نقطه‌های رایدهی دوربین‌های نظارتی نصب شود، ولی مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان به نصب دوربین‌های نظارتی و عکس نوارگیری مردم در نقطه‌های رایدهی چندان مایل نیستند. چرا؟ در برنامه خبری برای شما تفصیلات می‌دهیم. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوع برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و نکلاسی که همراهی کنید.